ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی مورد اسلامی میگوید که یک سمینار 3 روزه برای والیان و ولسوالان سراسر کشور در کندهار آغاز شده است. وی گفته که در این سمینار با والیان و ولسوالان در مورد اهمیت استقامت‌های کاریشان، تطبیق درست قوانین و رفتار مناسب با مردم آموزش شده و سخنرانی‌های برای آنان ارائه خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها وزارت شرایط اضطراری قرقیزستان اعلام کرده که این کشور 130 تن کمک‌های بشردوستانه به زلزله زدگان افغانستان ارسال کرده است. در گزارش آمده است که این محموله به ارزش 2 میلیون سوم شامل اقلام غذایی، لباس زمستانی برای کودکان و کالاهای ضروری خانگی میباشد. کار اسفالت بیش از 3 کیلومتر سرک در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آغاز گردید و مسئولین میگویند که بازسازی سایر سرک‌های این شهر نیز به زودی آغاز خواهد شد. نماینده ریاست شاروالی زرنج میگوید که کار اسفالت سرک‌های پلان شهری شهر زرنج به طول 3 کیلومتر و 315 متر و عرض 9 متر با شولدرهای آن که باعث تزیین این شهر میگردد امروز آغاز و در مدت 4.5 ماه آینده تکمیل میگردد. مسئولین محلی خوست میگویند که در پی ریزش سقف یک خانه بر اثر بارندگی ها در ولسوالی شمال دومندی این ولایت 3 کودک از جمله 2 دختر جان باختند. سخنگوی والی خوست میگویند که این رویداد ساعت 1 بجه شب گذشته در قریه کمالخیل ولسوالی شمال دومندی این ولایت رخ داده است. تیم ملی کرکت افغانستان ساعت 7 امشب سومین و آخرین بازی 20 اوری خود را در میدان کرکت شارجه مقابل بنگلادش برگزار می کند. تیم ملی کرکت افغانستان در این سلسله رقابت ها 2 بازی را به بنگلادش باخته و تیم بنگلادش 2-0 از افغانستان پیش است. و بر بنیاد گزارش‌ها در عملیات هوایی روز گذشته اسرائیل در غزه در حال 70 فلسطینی جان باختند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته است تا بمباران بر غزه را متوقف کند. بر اساس گزارش‌ها از آغاز عملیات اسرائیل بر غزه تاکنون بیش از 65,000 فلسطینی جان باخته و نزدیک به 165,700 تن دیگر زخمی شدند.